آقا دیگه همتون میدونین من مریض بودم، شوهر من دید دیگه من رو به موتم، گفت بلند شو بریم دکتر. من گرفت برد دکتر. بعد تو راه اینطوری میگه فاطمه دکتر اگه سرم بده چیکار کنی؟ زیاد اونجا خودتو به بیالی نزن، یه طوری رفتار کن که مثلا حالت خوبه، سرم برم بد نده، حال دکتر مثلا تشخیص. من گفتم خب باشه تو منو برسون. من رسیدم اونجا، دکتر عد به من سرم داد. خب این نشست اونجا قطره قطره سرم دید، به من حرف زد همیشه تو مریضی و هیچ وقت تو خوب نیستی و بچه رو گرفتیم اونجا آواره کردیم و تو خود معلوم نیست کجایی و عزیز من پیش تو اما دارم میمیرم. اون وقت این عکسو دختردای من سرما خورد، شوهرش این عکس رو استوری کرده امروز صبح. تو رو من این شکلی میبینم، خاک عالم به سر دله که جان خدا مگه سرماخوردگی آدمو نمیکشه؟ خب منو بکش، ببر منو ببر.